نشست نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ساعتی قبل در بهارستان آغاز شده. برای اطلاع از دستور کار امروز گفتگو می‌کنم با همکارم پیشبهار در صحن علنی مجلس. آقای پیشبهار سلام، صبح بخیر. دستور کار امروز مجلس چیه؟ با سلام. در جلسه امروز ابتدا رئیس مجلس سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و همت جهادی و مرتکی اسمی انتخاب کرده که طویله خر باید بیان بکشنش، ولش کن. بله، در ادامه رئیس مجلس نکات مهمی رو به نمایندگان در سال جدید متذکر شدن. آقا بیشین، برادر عزیز، بتمرگ. چرا همچی میکنی تو؟ آیا سفری، چرا گوش اون ننه مرده رو گاز میگیری؟ اون کیه مثل خرس خوابیده اونجا؟ بیدارش کن. بابا، صدای خورناسش مثل ویراژ پیکان پژو میمونه. بله، بعد از نطق پیش از دستور نمایندگان مباحثات بسیار فشرده‌ای داشتند که منجر به تصویب لایحه‌ای شد که بر اساس اون همه دنیا از گرسنگی و جنگ و دیکتاتوری دارن میمیرن، فقط ما راحتیم. همچنین با توجه به خرابکاری‌های اخیر دولت، نمایندگان لایحه‌ای رو تصویب کردند که هیئت دولت و پوشک بچه‌ها باید زود به زود عوض شن. هر دوتاش هم به یک دلیل. در پایان بعد از 20 روز تعطیلات عید، نمایندگان متفق القول به این نتیجه رسیدند که تعطیلات پرکاری بوده، برای همین درخواست 20 روز مرخصی با حقوق داشتند که یک استراحتی بکنن که مورد قبول رئیس مجلس قرار گرفت. مجلسی ها ضمن تجدید میثاق و آرمانهای مقام عظمای ولایت یک صدا شعار دادند: ما اهل کوفه نیستیم، 6 سیخ کباب بیاور. پیشبهار، خبرنگار واحد مرکزی خبر، مجلس شورای اسلامی یا همون استبل ولایت. خیلی متشکرم از شما آقای پیشبهار. اگه اهل قصه نیستی ای که شادی شده با